خب ببینید، اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم، تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده. اما در واقع اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود رو اشاره کردید. اینکه آمریکا همزمان با ادعای دیپلماسی و آمادگی برای مذاکره رفتارهایی رو انجام میده که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همون ابتدای شروع اجرای Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.